سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خوش اومدین این ویدیو. بچه امروز 3 تا اتچمنت سطح این سیزن آوردم، یعنی بهترین اتچمنت های بتل این سیزنه. نمیدونم مولتی هم ازشون استفاده کنیم بده یا خوب. استفاده نکردم. اگه دوست داریم مولتی هم بذارم براتون تو کامنت ها برام بنویسین. البته من مولتی مثلا هر یه سال یه بار من میرم مولتی دیگه. اصلا مولتی خوشم نمیاد، نمیدونم چرا. مولتی هم خوبه، پلیرها خودشو داره، ولی من اصلا خوشم نمیاد. نمیدونم هیچی به بتل نمیرسه. کیفی که بتل میده اون اولیه چیزی که همش وانشات میکنم، دقیق قیمتون بزنین وانشاته. دومی هم که MG42 بود، خیلی خوبه. MGش ایمشو ور ندارین، اصلا نقطه میکنه از هر جا بزنین. از فاصله های من دوری خیلی زدم که خودم اصلا ماندم، با اسنایپ نمیشد بزنین. اونم که EM2 دیگه. EM2 هم فردا براتون یا امشب ساعت 6 یا هم که فردا براتون یه هایلایت مولایی میذارم براتون. عشق منی، لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.